به نام خداوند بخشنده و مهربان و درود و سلام بر یکایک شما عزیزان. موضوع امروزمان ساکین و یا سکون در قرآن کریم می باشد. در درس امروزه این 5 عنوان را یا 5 مطلب را بررسی میکنیم. ساکین چی است؟ علامت و شکل ساکین در قرآن چگونه است؟ نمودها و یا نوعهای ساکین چگونه هستند؟ چند تا می باشند؟ نمونه های ساکین در قرآن کریم، خطاگی های معمول هنگام تلفظ همصدا یعنی حرف به صدا یا خودی ساکین. این 5 موضوع را در درس امروزه تا حدی اندازه بررسی میکنیم. ساکین چی است؟ ساکین و یا سکون چی را میگویند؟ سکون نداشتن حرکت است. در اصطلاح علمی تجوید حرکت فتحه، کسره، ضمه یا همان زبر، زیر، پیش را میگویند. سکون نداشتن حرکت به این معنی است که حرفی که ساکین دارد و یا سکون دارد آن حرکت ندارد، هیچ از جایش جنبیده نمیتواند. نیاز به یک حرف حرکت دار یعنی صدادار دارد. چگونه؟ هنگام تلفظ حرف ساکین دهان مانند فتحه گشاده نمی شود، پایان مانند کسره، صدای ای نمی رود و لبها مثل ضمه یا اینکه پیش به طرف پیش جمع نمی شوند. ساکین همان طور عادی حرف می ماند. حرف ساکین همیشه با یک حرف نطقدار یا صدادار تلفظ می شود و یا این نیاز دارد، یعنی حرف ساکین به یک حرف صدادار نیاز دارد، چرا که این خود به صدا است. عرب ها هیچگاه با ساکین آغاز نمی کنند، یعنی هیچگاه با ساکین کلمه را آغاز نمی کنند و این هم امکان ندارد و بالای حرف صدادار یا حرکتدار استاد یعنی وقف نمی کنند مگر اینکه موقتا یا عارضی. این ساکین عارضی است که بعداً آن را بررسی میکنیم. علامت سکون و یا علامت و شکل ساکین در قرآن چگونه هستند؟ در قرآن ها علامت و یا شکل ساکین 2 نموده است، یکی نیم دایره‌ای و دیگر دایره، همان طور که در اینجا میبینیم. اگر این علامت بالای هر حرف که آمد آن حرف به صدا می شود، پیش از آن حرف باید لازم است، یعنی لازم است یک حرف حرکتدار باشد، همان طور که در اینجا میبینیم. حرف ساکین چگونه تلفظ می شود؟ بیایید در اینجا با هم این درس را میخوانیم یا تمرین میکنیم، مشق میکنیم تا اینکه بفهمیم ساکین چگونه خوانده میشه. خب دوستان، بیایید اینجا با هم درس را میخوانیم. اب، ات، اث، اج، اح، اخ، اد، اذ، ار، از، اس، اش، اص، اض، اط، اض، اع، اغ، اع، اغ، اف، اق، اک، ال، ام، ان، اه، او، ای. البته به خاطر اینکه نوار طولانی نشود حالا و درس خوبتر فهم گردد با همین قدر اکتفا میکنیم و در نوار بعدی باقی مانده مطالب را برایتان پیشکش میکنیم. خب دوستان عزیز، تا اینجا که با ما بودید سپاسگزارم و از خداوند تمنا میکنم که برایتان
علم بیشتر و راحتون را هموار کند.